قسمت اول سریال محکوم منتشر شد. آخرین ما کی دیدینش؟ تو محضر عقد مادرش. حالش چطور بود؟ یعنی علاوه روحی طبیعی بود؟ خیلی از مخاطبان فیلم و سریال منتظر نمایش سریال محکوم بودند، چون ساره بیات، کوروش طعامی و پژمان جمشیدی بازیگران این سریال هستند. ولی راستشو بخواین اونطوری که فکر می‌کردم قسمت اول جذاب و مخاطب پسند نبود. توی واقعیت یه تراپیست وقتی میخواد حال بیمارش رو خوب کنه صد خودش رو میذاره و طبیعتاً نمیاد بره با مادر اون بیمار ازدواج کنه که حال اون پسر یا دختر رو بدتر از قبل کنه. بخوابونم تو گوشت. دیالوگ‌های ضعیف، رفتارهای بچگانه، کات‌های دیر به دیر و روایت داستانی بی سر و ته این سریال رو تبدیل به سریال دلی دیگر کرده. و خلاصه بخوام بهتون بگم قسمت اول آب سردی بود روی سر مخاطبانی که منتظر نمایش این سریال بودن. البته برای پیش‌داوری و قضاوت کمی زوده و باید منتظر قسمت دوم این سریال بود.